خونه مادر بزرگ هزار تا قصه داره. خونه مادر بزرگ شادی و قصه داره. از کوچه های آشتی کنم رد میشه میاد جلو و بعد اولی کوچه دستم کوچه میپیچه که نوشته خانه عروسک ها ببنده. بریم ببینیم داخلش چه خبره. اینجا تو رو میبره به دنیای قشنگ کودکی. یه حیات خیلی باصفا و خوشگلم داشتن که واقعا زیباست. بچه‌ها ببرید بریم داخل خانه عروسک ها. اینجا خانه عروسکای یزده که خانم سلمانی یک خانم هنرمند کارآفرین اسفند 1402 افتتاحش کردن. شوره عروسک سازشون با پارچه‌های غیر قابل مصرف بوده ولی الان خدا رو شکر هم تولید دارن هم آموزش که من کامل توی کپشن براتون نوشتم. من که با دیدن این همه عروسک خوشگل برگشتم به دوران کودکی و کلی ذوق زده شده بودم، بماند که با چای و شولی یزدی هم پذیرایی شده و خب دیگه روزمون تکمیل شد. اگه میخوای حالت خوب بشه پاشو بیا اینجا.